لوسیانو ضربه میزنه، خب برمیگردن رفیعی، پنالتی. هاج و واج همه ماندن تا تورج حقوردی رو نگاه کنن. اتفاقی رخ نداد اونجا. لوسیانو خیلی آرام، اینجا رفیعی، فخرالدینی به استقبال او میاد. ترجیح میدم سکوت کنم چون کاری از دستمون بر نمیاد. یکی از اون اتفاق خنده‌دار همین پنالتی بود. لوسیانو پیرارا پشت توپ ایستاده و لک دروازه‌بان ملی پوش تراکتورسازی تبریز چشم در چشم او. لوسیانو دروازه رو باز میکنه. 37مین دقیقه لوسیانو کار رو به تساوی میکشونه. حرکت زشت لوسیانو، کارهای عجیب و غریب او رو تکرار میکنه. یک کارت زرد هم میگیره. توپ رو به سمت طرفداران تراکتورسازی تبریز شوت کرد. واقعا بعیده مسئولان فدراسیون چیکار دارن میکنن، کجا دارن این بازی ها رو میبینن. حرکت واقعا زشت لوسیانو پیرنا. صحنه اصلش رو میتونیم ببینیم. توپ رو به سمت هواداران شلیک کرد.